این قسمت در شب‌های تولد دیماه ساخته شد، با امید و روزنه‌ای برای آینده. ما شب‌های فرانکشتاینی خود را می‌گذراندیم و هیچ از وحشت پیش روی خبر نداشتیم. از خونهایی که قرار بود ریخته شود و آدم‌هایی که قرار بود از دست بدهیم. ما دیگر آن آدم‌های سابق نیستیم. ما صدای هولناک مرگ را شنیده ایم و چون مخلوق فرانکشتاین از وصل و پینه رخدادهای هولناک این سال گذشته به وجود آمدیم و در انتظار آغوشی هستیم تا در آن آرام بگیریم، اما این را نمی‌دانیم که فرانکشتاین تنها یک مخلوق آفرید و ما تمام این رنج‌ها را به تنهایی بر دوش خواهیم کشید. با فرو خفتن در خویش و ساییدن دندانها روی هم و چشمانی یکی غرق در خون و دیگری مملو از اشک. سلام. امروز افتخار اون رو دارم که در خدمت قیس نوری عزیز و پادکست داروک باشم. درباره خودم، در واقع من یک رهرو ادبیات هستم و عاشق نوشتن و عاشق ادبیات که از تقریبا سال 1377 که 17-18 سالم بود در کانون داستان چهارشنبه رشت اونجا نوشتن رو آغاز کردم و در اوایل دهه 80 در اون بهار سیاسی ایران و بهار مطبوعات، توی یه مطبوعاتی که حالا به هر صورت یه جورایی در حیطه ادبیات و هنر و اینها بودن، مثل فرهنگ توسعه یا هنر و اندیشه، کتاب لحظه، کتاب هفته، اینا محصولات در واقع همون فرهنگی بله نوشته شده‌ای که بنده و دیگر دوستانم در همون کانون داستان چهارشنبه رشت می نوشتیم اونجا چاپ شد و در سالهای اخیرم به همین صورت مقالاتی در مطبوعات مثلا مثل روزنامه اعتماد به طور روتین یا ویژه‌نامه‌هاش یا فصلنامه اینترنتی ماه کامل هنر چاپ میشه از بنده. افتخارش دارم که خیلی هم عالی نظر دوستانم برسه. همچنین در کتاب‌های گزیده نویسندگان که توسط انتشارات مختلف مثل حرف نو و مهری لندن چاپ شد داستان داشتم. در سال 1403 هم کتاب بنده کوچک، همونطور که فرمودین و منت گذاشتین، با نشر آگه به چاپ رسید که برنده جایزه اول جایزه ادبی واژه شد در رشته مجموعه است. حتی ما لینک کتاب رو برای دوستان و شنوندگان میذاریم اگه خواستن تهیه بکنن. به مناسبت 208مین سالگرد انتشار و چاپ کتاب فرانکشتاین مری شلی تصمیم گرفتیم که اینو بذاریم، مخصوصا این که فیلم دل تورو تازگی منتشر شده و خیلی ها ازش تعریف کنم و واقعا فیلم خوش ساختیه و گفتیم که کتاب و فیلم رو حالا و با آثاری که ازش اقتباس شده تا اونجا که میشه با هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم. اما باز هم فرقی نمیکنه، یعنی وقتی این اعتراضات شروع شد من حتی وسطش هم فکر کردم گفتم موضوع رو عوض کنیم، دیدم خب ما اومدیم تحقیق کردیم کاراشو انجام دادیم، عوض نکنیم. چرا عوض نکنیم؟ به خاطر اینکه من قسمت قبلی هم گفتم الانم میگم ما کارمون آگاهی هم خب عین خود اعتراضه، هیچ فرق نمیکنه. ببینید وقتی که 208 سال پیش انتشارات داشتن، حالا تا اونجا که من بارها هم گفتم قرن 16 هم که وقتی دونکی شد ناشر داشته دقیقاً. خب این اولین اعتراضیه که من خودم به شخصه به سیستم دارم که چرا تو قرن در واقع 21 من ناشر ندارم. من منظورم جامعه است
خب حالا بگن ابزارش عوض شده، بخوام بگم مدیا عوض شده، حالا هر کسی یک دلیلی میخواد بیاره، ولی میخوام بگم که اینها جزء اون عواملی هستن. یعنی اولین بحثی که شما وقتی میایید فرانکشتاین رو مطرح میکنی اینه که آقا داری اعتراض میکنی، باید ببینیم دلایل عقب موندگی ما نسبت به جوامع غربی چیه. یکیش همینه، یکیش اینه که آدم‌هایی تو اون جوامع وجود داشتن که یه جور دیگه فکر میکردن، جهان رو یک جور دیگه میدیدن، یک سری اتفاقات شگفتی توی داستانشون می آوردن که تا کسی قبل از اون هم اینجوری فکر نمی‌کرد. ولی آیا جامعه ما هم امکان اینو داره که جوری دیگه فکر بکنه؟ همیشه همین الان هم نگاه می‌کنیم، حالا بحث نمی‌خوام زیاد سیاسی بکنم چون کار ما ادبیه. آیا ما جور دیگه اصلا امکان فکر کردن رو برای خودمون قائل شدیم؟ این که ما میبینیم که حتی یک کتابی مثل فرانکنشتاین بعد از سالها داره موضوع بحث قرار میگیره و حتی در دل خود این کتاب شما میبینید که این جریان آگاهی به مدد کتاب‌ها و رسانه‌هایی است که بین اینها رد و بدل میشه. یعنی استادانی که دکتر فرانکنشتاین داشته، بله، هیچ با او اصلا معاصریتی ندارن، نه، اما او تمام ایده خودش رو و اون مسیری رو که نگاهش دنبال میکنه از طریق کتاب‌هایی پیدا کرده که بهش میرسه. بله، و همونطور اون چه که مینویسه مبنای عمل اون هیولایی میشه که بله، در واقع نوشته های دکتر رو میخونه. دقیقا. پس بنابراین چه در متن چه در فرامتن این یک عمل اعتراضیه. یک عمل اعتراضی است و همیشه هم باقی خواهد موند. من موافقم. من میگم صرف همین که شما کتاب بخونید، کتاب بخرید و بخونید، خودش یه عمل اعتراضیه، اعتراض به وضع موجود. چرا؟ چون شما دارید وضع موجود رو به هم میزنید، آگاهی موجود رو به هم میزنید، به یک آگاهی جدید میزنید. امروز مری شلی فقط نویسنده فرانکشتاین نیست. او نقطه اتصال چند جریان بزرگ ادبی است. ادبیات گوتیک و وحشت، رمان فلسفی، رمان علمی تخیلی و ادبیات رمانتیک قرن 19. او در 18 سالگی ایده‌ای خلق کرد که بیش از 200 سال بعد هنوز درباره هوش مصنوعی، مهندسی ژنتیک و مرزهای اخلاقی فناوری مطرح می شود. شاید راز ماندگاری فرانکشتاین همین باشد. مری شلی درباره هیولایی نوشت که ساخته انسان بود، اما در نهایت بزرگترین ترس داستان این بود که شاید خود انسان خطرناکترین آفریننده جهان باشد. در تاریخ ادبیات گاهی نویسندگانی هستند که فقط یک اثر بزرگ خلق نمی کنند، بلکه با همان اثر یک زبان تازه برای ترس‌ها، پرسش‌ها و اضطراب‌های بشر می‌سازند. مری شلی یکی از همین چهره هاست. زنی که در 20 سالگی رمانی نوشت که نه فقط ادبیات گوتیک، بلکه تخیل علمی و نگاه انسان به مفهوم آفرینش رو برای همیشه تغییر داد. پشت نام مری شلی زندگی زنی قرار دارد که از کودکی با مرگ، اندیشه، عشق، طرد شدگی، فقدان و تنهایی روبرو شد. زنی که شاید مهمترین اثرش رو نه از خیال بلکه از زخم‌های شخصی خودش نوشت. مری شلی با نام مری وولستونکرافت گادوین در 30 اوت 1797 در لندن به دنیا آمد. او دختر دو چهره انقلابی زمان خودش بود. پدرش ویلیام گادوین فیلسوف سیاسی و نویسنده‌ای رادیکال بود که درباره آزادی فرد، عقل و ساختارهای اجتماعی می‌نوشت. و مادرش مری وولستونکرافت نویسنده کتاب مشهور دفاع از حقوق زن بود.
اثری که یکی از پایه‌های مهم اندیشه فمینیستی مدرن شناخته میشه. اما مری هرگز مادرش رو نشناخت. مری وولستونکرافت تنها 11 روز پس از تولد دخترش بر اثر عوارض زایمان درگذشت. بنابراین نخستین تجربه زندگی مری پیش از آنکه آگاهانه چیزی بفهمد با فقدان آغاز شد. او در میان بحث‌های فلسفی و اندیشه‌های سیاسی بزرگ شد. در محیطی رشد کرد که ذهنش را به شدت پرورش داد. کتابخانه پدرش و نوشته‌های مادرش و رفت آمد روشنفکران جهان فکری او را ساختند. در 16 سالگی مری با شاعر جوان رمانتیک پرسی بیش شلی آشنا شد. شاعری که از پیروان فکری پدرش بود. پرسی در آن زمان ازدواج کرده بود. اما رابطه او و مری شکل گرفت و آنها همراه با کلرمونت خواهر ناتنی مری انگلستان را ترک کردند و مدتی در اروپا سفر کردند. این رابطه برای جامعه محافظه‌کار آن دوره رسوایی بزرگی بود. مری و پرسی با مخالفت خانواده، فشار اجتماعی و مشکلات مالی روبرو شدند. آن دو پس از مرگ همسر اول پرسی، هریت شلی، ازدواج کردند. زندگی مشترک آنها ترکیبی عجیب از عشق، فقر، ادبیات و اندوه بود. مری چند فرزندش را از دست داد و تنها فرزند زنده مانده‌اش، پرسی فلورنس شلی، بعدها تنها بازمانده خانواده او شد. تابستانی که فرانکشتاین متولد شد، سال 1816 یکی از مهمترین سالهای زندگی مری بود. سالی که بعدها به سال بدون تابستان معروف شد. مری، پرسی، کلرمونت، لورد بایرون و پزشک جوانی به نام جان ویلیام پولیدوری در نزدیکی ژنو در سوئیس کنار هم بودند. در یکی از شبها بایرون پیشنهاد داد هر کدام داستانی ترسناک بنویسند. مری که آن زمان 18 سال داشت، پس از روزها فکر کردن، تصویری هولناک در ذهنش شکل گرفت. دانشمندی که تلاش می کند زندگی را خلق کند، اما موجودی که می آفریند به کابوس او تبدیل می شود. این کتابی که ما ترجمه که خوندیم ترجمه علی سلامی هستش. حالا اینجا زده چاپ 4 فرانکشتاین و در واقع نوشته پرومته معاصر اثر مری شلی هستش. این طراحی روی جلدش هم فکر کنم رو اون فیلم تیز برداشتن، درسته؟ آره کاملا درسته؟ این همون در واقع بازیگری است که اولین بار آره. یه آقایی است به اسم بوریس کارلوف که البته اسمش رو عوض کرد، انگلیسیه ولی یه همچین نامی براش گذاشت و واقعا تبدیل به یک آیکون شد. درسته. یعنی شاید در خود کتاب اونقدر توصیف نشده، هم مثلا شکل ظاهر و شمایل هیولای فرانکنشتاین، اما واقعا این پذیرفته شد و شاید هر جای دیگه هم که سراغش رفتن که بسیار هم رفتن، چون میدونین که این اونجوری که اومبرتو اکو میگه یکی از شخصیت‌های بیقرار در نسل‌های بیقراره، یعنی شخصیت‌هایی که از دل نسل بیرون میان و همه جا به حیات خودشون ادامه میدن به حیات خودشون. و خب واقعا یک منظر خیلی شاید خوبی است برای ورود به بحث این کتاب و همینطور اقتباس هایی که ازش صورت گرفت، چون هر اقتباسی در واقع یک جور گرفتن و در اختیار آوردن اون شخصیت بیقرار برای مدتی محدوده. و خیلی جالبه که این بحث رو اکو پایه این قرار میده که میگه خب ما وقتی که این کتاب ها رو میخونیم و وقتی که با این شخصیت ها مواجه میشیم براشون اشک میریزیم یا دلهره داریم یا فکر میکنیم که میتوانیم سرانجام اینها رو شاید عوض بکنیم. هر بار که سراغشون میریم
اینها جان میگیرن، ما تصور میکنیم که میشه راه دیگری رو برن. اتفاقا حرف ببخشید خواهش میکنم. یه نکته خیلی جالب بگم. من خب فرانکشتاین رو به قول تو مطالعه این همه فیلمش رو دیده بودیم، اون سریال معروف پنی دریدفول رو من دیده بودم، اونجا مثلا یه اقتباس دیگه ای داشت، فیلمایش رو دیده بودیم، کتابش من خب خیلی سال خونده بودم، کتاب صوتیش رو با صدای بهروز رضوی هست توی کست باکس، کسی دوست داره میتونه گوش بده. اونم من گوش دادم، الان گوش نداده بودم، مثلا چند سال پیش گوش داده بودم. البته کتاب صوتیش اقتباس رادیویی شده بود، یه کار قشنگی تو کتاب صوتی شده بود، این حذف، این چه میدونم اضافات رو کلا حذف کرده بود، یعنی شسته و رفته شما میتونید اونجا گوش بدید توی کتاب صوتیش. ما گوش دادیم، بعد این فرانکشتاین دل تورو که اومد، به قول تو من اومدم دوباره نگاه کردم، شاید آخرش مثلا یه تغییری دل تورو یه تغییر تحولی داده باشه. یاد اون جوکر میافتم که بنده خدا میره سینما، دو تا اسب سفید و سیاه با هم چیز میکنن، در واقع مسابقه میدن، بعد از سیاه برنده میشه. درسته. از سیاه برنده میشه، این روی از سفید شرط بسته بوده. میاد سانس بعدم میاد میشینه، اون بلیط فروشه میگه آقا تو که الان دیدین، میگه که آقا اون تلاشی که اون از سفیده کرده بود انقدر زیاد تلاش میکنم شاید تو این سانس تکرار بشه، عوض بشه. الان ما هم احساسمون همینه، یعنی فکر میکنیم که شاید اون تغییر و تحولاتی که داره اتفاق میفته شاید این دفعه مثلا اون مخلوق فرانکشتاین یک سرنوشت بهتری براش چیز بشه. ولی نکته جالبترش هم اینه که من خودم بیشتر با مخلوق بیشتر احساس همدردی میکردم، ولی در صورتی که منظر کتاب اینه که به زور میخواد به ما بگه که نه فرانکشتاین خیلی آدم در واقع قابل ترحمی بوده نه مخلوقش. درسته؟ تو هم چه حسی داشتی؟ آره ببین در واقع میدونی این یک جوری مری شلی اومده خیر و شر رو بین دکتر فرانکنشتاین و هیولای فرانکنشتاین تقسیم کرده. انگار دلش نیومده که یک طرف شر مطلق و یک طرف خیر مطلق باشه. و در مورد این که واقعا اون جوک خیلی فراتر از یه جوکه، به این خاطر که میدونید که مفهوم بازگشت جاویدان که توسط نیچه به اصطلاح فرموله شده، میگه که اگر از تو بپرسند که تمام این راهی رو که آمدی و تمام این زندگی رو با تمام جزئیاتش حاضری یک بار دیگر تکرار کنی، آیا آری میگویی؟ اون آریگویی نیچه در واقع آری گفتن به یک بازگشت جاویدان از این جنسه. و اون پیامد فلسفی هم داره دیگه، میگه آره، میگه اگه آری میگی درسته پس داری درست زندگی میکنی، اما اگه میگی نه همین الان تغییرش بده. نیچه یه همچین فلسفه‌ای هم داره. و حتی در پسش میدونی شما بازگشت جاویدان ناظر به تغییر نیست، قرار نیست سرنوشتی تغییر بکنه، قرار تکرار بشه. نیچه میگه اگر این تکرار و این بازگشت ابدی باشه پس آنگاه دیگر خشمی و انزجاری و بغضی وجود نخواهد داشت. آره، یعنی که تو داری واقعا زندگی تو انجام میدی اگه آری باشه. من حرفم اینه، اگر الان تصمیم گرفتی که امروز این ساعت 9 شب با مرتضی بشینی راجع به فرانکشتاین صحبت بکنی و تا ابدالآباد اگر بپرسن که این کار رو انجام میدی، پس یعنی که تو تصمیم درست نگرفتی. من برداشتم اینه ها. ولی اگر قرار باشه که تو برگردی نگاه کنی بگی من تصمیمم اشتباه بوده، درسته؟ یعنی نه من مثلا کار پادکست انجام نباید میدادم، خب پیامد فلسفیش برای من اینه، خب همین الان دیگه پادکست تو انجام نده، همین الان دست از مطالعات بکش. خب ببین بازگشت جاویدان در ضمن میگه اگر اشتباهی هست بازگشت جاویدان او رو ساقط میکنه، چون تو در واقع با این آریگویی داری رأی میدی به بازگشت. خب اونجا در این صورت میدونی، در این صورت اصلا
اشتباه خب دیگه زندگی ارزش معنایی پیدا نداره. میکنه. اونجوری آری بگی تو زندگی ارزش پیدا میکنه. او میخواد به این وسیله ساقط بکنه مسئله انتقام رو. اگر شما نگران بودگی نباشید دیگه نیازی به انتقام نیست. ما دنبال چه خواهیم بود اون وقت؟ متوجه. آره ببینید این مسئله بازگشت جاویدان رو لایبنیتس هم به یک نوع دیگه مطرح میکنه. همون ریاضیدار معروف. بله و فیلسوف. بله. او میگه که اگر انسان‌ها آنقدر زندگی بکنن، یعنی این زندگی آنقدر تکرار بشه که دیگه یه فرض دیگه، واقعا یه فرض ریاضیاتیه، اینقدر تکرار بشه که دیگه هیچ چیز نوی باقی نمونه، یعنی همه چیز قبلا تجربه شده انقدر باشه. مشتق ازش بگیری که دیگه آفرین. صفر بشه. آره یعنی دیگه هیچ چیزی که تجربه جدید باشه نیست، همه امکانها و احتمالات رو ما پیمودیم. اون وقت شما و من دوباره در همینجا خواهیم نشست و با هم همین صحبت ها رو خواهیم کرد. یک همچین تعبیری، با این تعبیر دقیقاً بازگشت جاویدان منطبق هست بر داستان و رمان. خیلی جالب این حرف تو مرتضی میزنی. من خب به گیم دوستانی که من میشناسم من گیم خیلی علاقه دارم. یه بازی خیلی معروفی هست به اسم بایوشاک، حالا اگر درست اشتباه تلفظ میکنم منو ببخشید، اینفینیتی بایوشاک. خیلی بازی معروفیه. این گیم خیلی فلسفی هم هست. یک چیزی داره این گیم، حالا پلن زمانی داره اصطلاحاً. همین اتفاق میفته که شما مسیرهای مختلفی رو هی میری تجربه، مثلا فرض بکنید حالا چیز فلسفیش، من مقاله‌ای راجبش خوندم، یه مقاله فلسفی راجبش خوندم. یکی مباحثی که اونجا تو اون گیم هم داشت همین بود که هر انتخابی شما اونجا تو اون گیم بکنی، هر انتخاب بکنی آخر سر یه پیامد فلسفی برای شما ایجاد خواهد کرد. یعنی آخر سر به همین حرفتون میرسه. خیلی جالبه، میگم اونجا هم داره استفاده میشه. آره جایگشت حالتها بی نهایت ها. آره. ولی ما فرض میکنیم اگر فرض کنیم که بتوان تمامی این حالتها رو پیمود، آنگاه پس از پیمودن همشون ما بازگشت جاویدان خواهیم داشت، چون چاره ای نیست بجز اون که مثل اصل لانه کبوتری. بله. شما چاره ای ندارید بجز آن که در یک لانه دو تا کبوتر کبوتر بذارید. و این با این تعبیر ببخشید دوستان، اصل لانه کبوتری برای شنونده ها و بیننده ها بگم، ما اگر 9 تا لونه داشته باشیم 10 تا کبوتر، قاعدتا حتما توی یکی از این خونه ها 2 تا کبوتر میشینن. دقیقاً. یعنی میشه اصل لانه کبوتر، که حالا برمیگرده به بحث انتخاب دیگه. بله. جایگشت و این چیزا، این بله. چیزی که تو ذهنم داره. آره حالا اونو آره. ما منطبق کردیم برای فلسفه. در واقع آره یک بار پیمودن همه امکان ها. اما میخوام اینو بگم با این تعبیر کاملا انگار ما بر رمان و داستان منطبق میکنیم بازگشت جاویدان رو. و باز اشاره بکنم به همون سخنرانی اومبرتو اکو، حالا در کتاب اعترافات یک رمان نویس جوان اینها رو میگه. اینکه خب مثلا کاپیتان آهاب در موبی دیک، شما اگر چاره ای ندارید که او غیر از اون کاری رو که در انتهای رمان و داستان میکنه انجام بده. گرچه شما هر بار تنها راه اینه که شما یک بار دیگر این داستان رو بنویسید که امکان ناپذیره. او هر بار همون رو انتخاب میکنه به این خاطر که آگاهی نداره از این که ناظری در بیرون، او در جهان ناقص الخلقه به قول اکو رمان سیر میکنه. ماییم که او رو میبینیم و انتظار داریم که انتخاب دیگری بکنه، اما او چاره ای نداره بجز آنکه در همان موقع که تجربه شده داستان و نهنگ راه خودش رو خواهد رفت، نهنگ سفید راه خودش رو و حتی ما نمیدانیم که به کجا خواهد رفت. یک بار دیگه اگر برگردیم به اون صحبت ابتداییمون، اتفاقات و اعتراضاتی که در جریانه انگار مثل اون نهنگ سفیده که به هر طرف ممکنه بره و ما وقتی به این دقت میکنیم میگیم مبادا که ما هم کاپیتان آهابی هستیم و سرنوشت ما همانند آن پایانی است در رمان که او ازش ناآگاهه. دقیقا. و به این ترتیبه که
میگیم خب پس این شخصیت های بیقرار ما راه خودشون رو میرن و ما نظارگر اونها هستیم، همان گونه که براشون آه میکشیم یا لبخند میزنیم. دقیقا. خب این مسئله‌ای که هست به نظر من در ابتدای امر همینه که خب کسی که میخواد اقتباس بکنه از این کتاب در خصوص مسئله خیر و شر چه تصمیمی میخواد بگیره. همونطور که گفتیم مری شلی این ریسک رو نمیکنه که یک طرف رو خیر مطلق و یک طرف رو شر مطلق. حتی بیشتر میگم، من نظرم اینه که مری شلی بیشتر طرف فرانکشتاینه و اونو چیز میدونه دیگه. یک نفر یک گناه برای خود فرانکشتاین در نظر میگیره، اونم گناهش اینه که یک خاص پاش رو از طبیعت فراتر بذاره و با مرگ مبارزه بکنه، ولی برای مخلوقش هزاران گناه در نظر میگیره. البته خب حالا به قول تو یه مقدارم سعی میکنه با مخلوق همدردی بکنه. در مسئله خیر و شر واقعا درست میگی که شاید خود متن، حالا اگر بخوایم مثلا در لایه اولیه نگاه بکنیم، یعنی در لایه داستانگوییش، انگار کمی لحن نویسنده به سمت ویکتوره. اما در ضمن این مخلوق دکتر فرانکنشتاین، این مخلوقی که ویکتور او رو به جهان آورده، به نظر ما شاید بیشتر ترحم انگیز بیاد و اینکه اصلا دلیلی برای متهم کردن او در خود متن کمتر پیدا میشه. ما باش بیشتر همزاد پنداری میکنیم، احساس همدردی میکنیم. آره همدردی میکنیم و اینکه واقعا او گویی مسئول کارهای خودش نیست. در واقع او یک موجودیت پیشا اخلاقی است. یعنی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم که داستان گویی وجودی رو و موجودی رو به ما نشون میده که هنوز هویتی در او ریخته نشده، او ظرفی است که هنوز مظروفی نداره. و بین انسان و حیوان هم گیر کرده دیگه مخلوق حتی. یعنی ببین مثلا تو صحنه هایی که ما هم چه تو فیلم هم چه تو کتاب، چون صحنه های فیلمش خیلی شبیه کتابه دیگه، که مخلوق در واقع میاد از آزمایشگاه، حالا ما میگیم فرار میکنه، با نگاه کردن به حیواناتی که متوجه میشه که من میتونم مثلا برم توت بخورم یا میتونم برم میوه بلوط اگه اشتباه نکنم درختان بخورم. یعنی حتی از این چیز هم فارغ نداره. این چی میگن، حالا ما بگیم نیچر، طبیعت، زمین ناخودآگاه حیوانی ما بخوایم بگیم، حالا اون چیزی که یک مثلا زنبور وقتی که به دنیا میاد میدونه که باید بره اون شهدگل، یه سنسورایی داره که حساسه. حتی این اون سنسورها رو هم نداره، نمیدونه که خورشید چیه، نمیدونه گرما چیه، سرما چیه و آرومی داره در واقع تقلید میکنه به گونه‌ای. تقلید میکنه ولی خب ذهن یادگیرنده ای داره. یعنی ذهنش خیلی سریعتر از ذهن حیوانات یاد میگیره. شاید حیوانات طی هزاران سال تونستن این چیزا رو بفهمن ولی این سریع متوجه میشه. این هم نکته خیلی جالبی بود برای من. و اگه تو مثلا طیف در واقع خوبی و بدی رو در شخصیت‌های حالا سینما، ادبیات و غیره نگاه بکنی، مثلا ما بگیم فرض کنید یه شخصیتی مثل راسکولنیکوف یک شر تراژیکه، چون شر مطلق که نیست. نه، نمیتونیم بگیم که هیولای فرانکنشتاین حتی یک شر تراژیکه. نه، خب انگار خنثی‌تر از اون نیست و شاید بی قصد و غرض‌تر از آن نیست که بخواد حتی شر تراژیک باشه. انگار یک جور شخصیتی است که به او ظلمی روا شده و حالا ناخواسته در این شر موقعیت تراژیک در این موقعیت قرار گرفته. دقیقاً در این موقعیت تراژیک قرار گرفته. لذا از این جهتی که میگم پیشا اخلاقیه. حالا مثلا برعکس
میتونم مثلا همون فیلمی رو که هر دومون بهش علاقه داریم، بلید رانر، بله. که توش اون در واقع اندروید ها و اینها، فیلیپ کیدیک در بله از بله فیلیپ کیدیک دقیقاً اقتباس شده. آره، مثلا فکر میکنم که ریپلیکنت در فیلم و آره. اندروید در کتاب، اینها برعکس فرانکنشتاین، هیولای فرانکنشتاین، اینها پسا اخلاقی هن. یعنی اون از مدل اخلاقی انسان عبور کردن، تمام اون محتوایی رو که انسان میتونسته بپذیره، مثل نمیدونم احساسات و عواطف و قضاوت و حتی همدلی در فیلم، ولی نه در کتاب، اینها رو پذیرفتن، اما هیچ گونه پایبندی و اخلاقیات ندارن در مقام مقایسه. و حالا هر کسی که بخواد سراغ اقتباسی بره باید تکلیف خودش رو معلوم بکنه. دل تورو در فیلمی که ساخته اتفاقاً الگوی مری شلی رو رعایت نکرد. همون خواستم به همین حرف بزنم. ببین دل تورو فیلمش خیلی خوش ساخته. این ما اگر فرض میکنیم که کتاب مری شلی و اقتباس‌های قبلی رو از دل تورو ندیده باشیم و فکر بکنیم مثلا مثل بقیه کارهای دل تورو، مثل هیولای مثل دیگه هیولای آبی بود دیگه، بله، شکل آب بود. آره، یا مثلا اون واقعا فیلم شاهکارش پنز لابرینت. آره خب در هزار توهای پنز. خب اگه ما فرض کنیم که فیلم مستقل بخوایم بهش نگاه بکنیم، فیلم خیلی خوبیه، البته در حد اون فیلم‌های قبلی دل تورو نیست، اما فیلم خیلی خوبیه، بازی‌های خیلی خوبی داره. نکته اینه که ولی وقتی میایی در مقام مقایسه اقتباسی نگاش میکنی، خیلی اصلا داستانو تغییر داده. و من بیشتر استنباطم اینه که علت اینکه داستانو تغییر داده چون رفته نشسته کتاب خونده، روابط علت و معلولی بین شخصیت‌ها توی کتاب براش معقول و منطقی نبوده، اومده روابط، یعنی در واقع نیروهایی که مثلا یه نمونهش، خب توی کتاب فرانکشتاین میخواد در مقابله با مرگ به جنگ مبارزه بکنه از طریق علم، ولی توی فیلم تنها انگیزه اصلی چیه؟ اینه که مادرش زنده کنه. یعنی دنبال اینه که مادرش زنده کنه. یعنی اونجا انگیزش اینه که انسان رو به یک درجات عالی ببره. اینجا عقده اودیپی که در واقع یک پدر خیلی چندش و پدر مستبدی که همیشه اون شخصیت بازیگرش هم لنیستر دیگه، اون پدر لنیستر هاست، همون جوری هم هست، مستبدی که از قصد اصلا یه کاری میکنه که و همیشه مرگ مادرشون تو فیلم مقصرشون میدونه دیگه، میگه تو باعث شدی که مادر مثلا سر چیز ببین، و تحمیلگرم هست. در صورتی که اصلا پدره تو کتاب اینجوری نیست، یک پدر مهربان رؤوفی که خیلی کمک میکنه، آدم در واقع چطور رابطش هم خیلی با ویکتور خوبه. آره توی چیزام هست. خب آره، دل تورو میره به اون سمتی که تمام گناهان رو بر عهده و بر دوش ویکتور بگذاره. کما اینکه ما میبینیم که من فکر کنم تنها نسخه اقتباسی هست که در اون هیولا مرتکب هیچ قتلی نمیشه و هیچ جرمی. آره اون برادر کوچیکر که کلا حذف کرده توی دل تورو. آره یعنی توی کتاب هست. اون نامزد الیزابت هم که تبدیل کرده به زن برادرش که اونم تازه این خود خود ویکتور میکشه. آره اونم که خود ویکتور میکشه. چرا؟ فقط کسایی رو میکشه که بهش تیراندازی میکنن برای اون کشتیه، که بهش تیراندازی میکنن. اونم حالا ما میتونیم بگیم دفاع از خود دیگه. آره اونم میدونی با سیاهی اجرای یک قتل تام و تمام نیست اونجوری که ما بپذیریم که حالا این واقعا به قصد قتل و جنایت جلو رفته. یه چیزیست که صرفا حالا اکشنی که توی فیلم‌های در واقع امریکایی و هالیوودی اگر نباشه، خب مثلا مخاطبشون تو یه خورده دچار
رو دل میشه. آره آره و مثل این سریال استرنجر تینگ رو نمیدونم دیدی یا ندیدی. خیلی. خب من خیلی طرفدارش بودم، 3-4 فصلش رو دیدم، خیلی دوستش داشتم، اصلا یه فلسفی خیلی دوست داشتم مثلا راجبش صحبت بکنم اصلا این فصل آخرش من دیدم خراب کردش، اصلا همه چی رو خراب کرد یا چیزی اصلا عجیب غریب شد. حالا چون ندیدی نمیتونم راجب جزئی صحبت کنم، ولی میخوام بگم که همین صحنه‌های خیلی بدتر از اون دلتورو داره که اصلا یارو شخصیت دختره بلند میشه و با دست اینو هول میده و یعنی با نیروی ماورالطبیعی که مثلا داره شگفتی با دست میزنه اینو هول میده و یه هیولای خیلی عظیم گنده‌ای درست میکنه میره تو شکم هیولا برو پا. گفتم بابا اصلا تو این چیزا رو نداشتی تو 4 فصل، این چی آوردی؟ خب ولی این چیزاشو که دیدم تو سینماها که پخش میشه آمریکایی‌ها اصلا تو هالیوود پخش شده عشق و می‌کنن. آره سوت میزنن باریکلا جیگر اون هیولا رو در آوردی. بعدش هم اون هیولا هم که میدونین دیگه لابد ماهاییم دیگه، من دیگه آخر سرش احتمالا یا ماهاییم یا مردمای آمریکایی لاتینن یا چه میدونم هر کسی که علیه آمریکایی چیز باشه به چشم باید واکر میبیننش. وایت واکریم. نه واقعا این هست. البته من جزو اون دسته کسایی نیستم، من همیشه ادبیات غرب رو همیشه واقعا شیفته و مفتونش بودم، ولی خب میگم چیزای خوبش رو واقعا دوست دارم، بحثای اومانیسمش و اینا رو همه رو دوست دارم، ولی خب یه چیزای دیگه هم نه دارم واقعا دیگه. سیاستش از ادبیات و هنرش خب جداست. آره یعنی باید اینو در کاملا نظر جداست. گرفت. خب بریم دیگه برای بقیهش. خب آره و خلاصه این در مورد شخصیت پردازی و یه مقداری از نوع اقتباسی که دلتورو انجام داده. او میتوانست با در واقع گذاشتن بار اخلاقی بر دوش ویکتور هیولا رو تبدیل به یک موجود سابجکتیو کنه، به تبلور گناه در درون ویکتور فرانکنشتاین، چیزی که خود کتابم و خود نویسنده هم ازش حذر میکنه. اما در دل تاریخ و این 200 سالی که کتاب راهی پیموده، گویی که خوانشی که ازش صورت گرفته و خوانندگان طور دیگری خوندن و طور دیگری دیدن. میخوام اشاره بکنم به خود نام فرانکنشتاین. اغلب تصور اینه و نوعی که ما استفاده میکنیم در محاوره انگار این نام رو ما برای هیولا استفاده میکنیم یا مشترکاً برای خالق و مخلوق استفاده میکنیم. خب این در واقع مسیری است که خوانندگان و خوانش‌های صورت پذیرفته از این متن پیش پای ما گذاشته. این یک جور لغزش ناخودآگاه از نوع لاکانیست که ما رو به وقوفی از ناخودآگاه متن میرسونه. اون چیزی که شاید خود مری شلی هم در پس کلمات میخواسته عقب برونه، حالا از طریق این لغزش زبانی، از طریق این شاید اشتباه دلچسب، انگار خودش رو به ما میرسونه. اتفاقا حرفت از این جمعه قبول دارم. من یه جایی یادم با هم بودیم این صحبت رو کردم که گفتم متون هم مثل انسان ها زمین ناخودآگاه دارن. دقیقاً. زمین ناخودآگاه از کجا شکل میگیره؟ متون از اون سانسورهایی که نویسنده بر خودش اعمال کرده که حرفا رو نزنه، حرفایی که سرکوب کرده، احساساتی که توی متن سرکوب کرده به هر دلیلی، یا ایدئولوژی داشته سرکوب کرده یا خودش رو سرکوب کرده یا واقعیتایی بوده که نویسنده خودش بعضی وقتا میترسیده که باهاش روبرو بشه سرکوب میکنه. یکی از چیزایی که سرکوب شده بوده ابا و پرهیز مری شلی از نامگذاری روی مخلوق ویکتور فرانکنشتاینه که اتفاقا دلتورو توی فیلمش از این زمینه به نظر من خوب تونسته آره که هی میاد میگه که اسم من چیه، یعنی نامگذاری کردن. توی کتابم هست جایی که اشاره میشه که آقا شما تا چیزی رو نامگذاری نکنید که اصلا به وجود نمیاد که. درسته؟ نمیدونم مری شلی چه ترسی داشته که هیچ نامی برای این مخلوق نذاشته. خب
ولی این تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به اون امر سرکوب شده. خودش رو کجا داره نشون میده؟ خودش رو بازتابش میاد تو ذهن مخاطب خواننده. یعنی وقتی ما میخونیم مگه میشه اسم نداشته باشه؟ مگه ناخودآگاه میگیم اسمش فرانکشتاین. آره، اون اسم رو به ودیعه میگیره و روی این میگذاره. آره. و دقیقا اون لحظه است که هیولای فرانکنشتاین کوتاه‌ترین سایه دکتر فرانکنشتاین میشه. کوتاه‌ترین سایه به اون معنا که نیچه میگه و میگه این لحظه است که یک دو میشود. خب توی این نقطه وقتی که ما نگاه میکنیم راهی جز این نداریم که بپذیریم که هیولا آینه است از خود دکتر، هرچند که حد مدرنیته مریشلی بهش اجازه نمیداد که شاید به این سوگام برد و اینو تام و تمام در کتاب به ما همون موقع مرسوم نبوده اینجوری. آره دقیقاً. یعنی ما الان تو بحث ادبیات مدرن مثلا تو آمریکا خب میبینیم دیگه داستانایی که نوشته میشه، مثلا استیفن کینگ. توی حالا یه چیز جالب، حالا مثال بزنم، استیفن کینگ و همین کتاب مریشلی، مثلا یه دونه داستان کوتاه خیلی قشنگ داره استیفن کینگ به اسم این که مثلا هر آنچه تو خواهی از دست خواهی، هر آنچه تو میخواهی مثلا از دست خواهی. نمیدونم خوندی یا نه، یه مجموعه 4 تا داستانی بود، یکیش این بود. شخصیتی میاد تو، بعد مثلا کارای استیفن کینگ کارای مدرن، جزو به نظر من مدرنای عینیه. یعنی حالا هوای درونی شخصیت رو شما توی بیرون میبینی، طوفانی هوا داره، بارون میاد، بعد از دور یه صحنه‌ای برات تعریف میکنه که یک چراغ نئونی هی روشن خاموش میشه، چراغ نئون یه مغازه. یعنی این صحنه رو شما میبینید، چراغای نئون رو دیدید دیگه، خب هی روشن خاموش میشه، یعنی یه خرابی هست. بعد این میاد تو اون مغازه نیست، توی چی میگن از این مسافرخونه‌های بین راهیه، بعد میاد میره توی دستشویی میشینه، مثلا میخواد چیز بکنه، بعد دیوار کور چیزه نوشته، ما میبینیم تو دستشویی میره. خیلی صحنه سازی عجیبی داره استیفن کینگ. بعد تو اون دستشویی که میره کلی مثلا یه جایی داره فوش نوشته، یه جایی چیز نوشته، یه جایی این جمله رو که من میگم که هر آنچه تو دوست داری از دست مثلا خواهی داد. بعد اونجا این حالا هوای بیرونی تو این مدرنی که استیفن کینگ و خیلی نویسنده‌های آمریکایی دارن انجام میدن، در واقع دارن درون شخصیت ها رو توصیف میکنن. ما از طریق این حال هوا میفهمیم که یه اتفاقی داره میفته، ما اینو متوجه میشیم که درون این شخصیت پر از آشوبه. درسته؟ توی فرانکشتاین مریشلی حالا هوا بیرونی اصلا هیچ ربطی به درون شخصیت ها نداره. خب انگار که شخصیت چیز داره میکنه، خودش رو تطبیق میکنه با اون حال هوا. یعنی ما قبل از جلسه هم صحبت کردیم دیگه، کوههای رشته کوههای آلپ، راین، نمیدونم آقای چقدر هوا خوبه، یا اون صحنه‌ای که خبر برادرش رو میشنوه که برادرش فوت کرده، رعد و برقی که تو آسمان میزنه، میگه این دستهای برادر منه. آقا تو این آدم غمگین، اون رعد و برقی که با اون خروش داره میزنه اصلا با حال و هوای غم و اندوه این اصلا چیزی نداره، تبلور زیبایی‌های اروپا است. آره سنخیتی نداره. اون مثلا ما همیشه دیدیم تصویر رعد و برق در درون شب یک تصویر دراکولایی خون‌آشامیه، ولی مثلا این فرانکشتاین میاد که نه، این حتما دستهای برادر منه که داره منو در صدا داره میزنه، میگه بیا تو بیا مثلا به رشته کوههای آلپ به سوئیس برگرد. نه من میگم که اینم خیلی چیز جالب بود که تو این کتاب انگار که تحت تاثیر رمانتیک ها بوده و خیلی از چیزها رو به شکل ناخودآگاه به خاطر اینکه انسان از طبیعت جدا افتاده داره میبینه و اینم مخلوق رو هم حاصل دستکاری در انسان در طبیعت میدونه. مثلا توی کتاب نوشته. بله. این خیلی چیز جالبی بود. تنها مسیری که به سمت مدرنیته گام برداشته همون جایی است که ما این تلقی رو داشته باشیم که در واقع هیولا نشانگر سوبژکتیویته ویکتور خالق هست و شاید یک گوشه چشمی داشته به این مسئله از اونجایی که در عنوان مثلا گنجونده پرومته معاصر. این عنوان پرومته معاصر یعنی خود مریشلی گذاشته؟
ما نمیدونیم. به نظر اینطور به نظر من بود. آخه چرا توی مثلا فیلم و اینا نبود؟ اینو من نتونستم برم راجبش تحقیق کنم. خب آره بایستی اینطور باشه، چون خب نمیتونن که حقوق اثر اجازه به نظرم نده که بخوان چیزی رو اضافه بکنن، حداقل از طرف مترجمین که به هیچ وجه. حالا نمیدونم در زمینه مثلا اون زمان در ایده خودش بوده یا ناشر یا اینها، ولی به هر صورت چیزی که اینجا هست به ما شاید یه خطی میده از اینکه او چه فکر میکرده و چه فکر نمیکرده. درست. چون وقتی که ما راجع به پرومته فکر بکنیم، او به نوعی واسط میان خالق و مخلوقه. او در جایی به سمت خالق گرایش داره و در جایی به سمت داستان پرومته هم که دوستان میدونن، میخوایم کوتاه در واقع براشون میگیم دیگه. پرومته میگی؟ حتما. پرومته خب یکی از اساطیر یونانی است که نگهبان آتش بوده از طرف زئوس، اما توصیه زئوس این بوده که آتش به انسان نده، اما او ظاهراً بیش از اون علاقه‌مند به انسان بوده که این رو ازش دریغ کنه. دلش میسوخته برای انسان. میدونی با شبا تو بدبختی و بیچارگی دارن زندگی میکنن. دقیقاً. درست اینجاست که میبینیم که خب پرومته مثل یک پدره، یک پدری که متعهد به فرزندشه. یعنی انگار اگر بخوایم اینو شبیه سازی بکنیم و تشبیه بکنیم مثلا در کتاب، خب بایستی بگیم پس انگار نقش ویکتور رو میگیره. آره، آتش رو در واقع اونجا پرومته به انسان میده و زئوس متوجه میشه و اونو یک عذاب دردآور و سختی به پرومته میده دیگه. اگه اشتباه نکنم میبندتش به در واقع کوه، حالا شاید المپ. آره یا نه آره و همون که عقابان از جگرش هر روز میخورن دیگه. درسته؟ دقیقاً. آره این قلبش رو عقابی میخوره و دقیقاً از نوع همون عذاب‌های بازگشت جاویدانی. چون که نیچه چقدر به اساطیر بله علاقه داشته، دنیای قدیم چقدر احاطه داشته. یعنی مثلا شما اگر ببینید اساطیر ما هم خیلی چیز داشته. آره در مورد سیزیف هم همینطوره دیگه. اون هم انگار یک عذابش در تکراره و زمانی این تبدیل به بازگشت جاویدان میشه که او این رو بپذیره. آره و پرومته هم همینجور، آن قلبی که او داره توسط عقاب خورده میشه و هر بار قلبی دیگر میرویه. بازی من یه چیز برشی بزنم به این صحنهش رو. این بازی معروف گاد آف وار، اونایی که چیز دارن این صحنه رو داره تو خود گاد آف وار، که گاد آف وار هم یک سگانه اولش راجع به خدایان، موضوع کلیش هم بگم که در واقع یکی از سربازان زمان یونان شورش میکنه علیه خدایان و حالا میگه خدای جنگ در واقع میشه، خودش رو تبدیل به خدای جنگ میکنه و یکی یکی این خدایا رو از سر راه بر میداره. اصلا یک داستان یه جوری هم چیز دیگه، یه جوری تاریخ جایگزینی یا اسطوره جایگزینی هم هست که اصلا چرا این زئوس از بین رفت، کی از بین برد. این گادافار اونجا این صحنه رو داره که پرومته توی چیز هستش، میگم اون صحنه اون همش میاد تو ذهنم. خب آره و خود این رویدن قلب هم بحثی است برای خودش. تو کتابم داره دیگه. تو کتاب این صحنه رو داره که هی میگه بهار میشه میروه دوباره، اون 4 فصلی که تکرار میشه توی کتاب فرانکشتاین هم داره میگه. آره و جنبه دیگری که گویی فرانکنشتاین هیولاش به ارث برده از این پرومته این است که او ترکیبی است و تجسدی است از اجساد دیگر، از اعضای اجساد دیگری که به هم دوخته شده، همانند اون قلبی که بارها و بارها میرویه و ما هر بار نمیدونیم که این همون قلب پرومته است که بر انسان اون رأفت رو روا داشت یا نه قلب دیگری است. تا کجا ما میتونیم بگیم که پرومته با این قلب‌های جدید رویده شده همچنان همون پرومته سابقه؟ حالا اینو گفتی یاد یه اقتباس پنی دریدفول، یک از چیزای جالبی که درست کرده بود راجع به مخلوق فرانکشتاین بود که این مغزی که فرانکشتاین برداشته گذاشته بود برای در واقع مخلوقش، تو اون اقتباس پنی دریدفول این مغزه حافظه‌ای داشته.
بعد این یادش میفته خاطرات قدیمشو. من قشنگ این صحنه‌اشو بکنم اگه اشتباه نکنم، بعدش بعضی وقتا میره تو اون جاهای قدیمی، اون چه میدونم زن و بچه‌شو میبینه میگه من یک زمانی با اینا بودم. واقعا توی نسخه کنت برانا هم که سال 94 ساخته، اونجا 1994. آره 1994 ساخته، میاد و الیزابت رو دکتر فرانکنشتاین زندش میکنه. یعنی یه الیزابت جوری در واقع میشه توی فیلم دلتورو میشه نامزد برادرش، آره توی کتاب میشه نامزد خودش و زنش. در واقع خواهر، حالا به هم میگفتن دخترم و پسرم و فرزند خونده ای بوده که مادرش انتخاب آره. کرده بوده که از بچگی با هم بزرگ میشن و بعد عاشق هم دیگه میشن و دقیقاً عقدشون رو به قول تو کتاب تو آسمون آره بسته بودن. بودن. آفرین. آره. این تو نسخه برانا در واقع اینو زندش میکنه، یعنی اون سفارشی رو که هیولا تو کتاب بهش میده که میگه برای من یه جفتی رو زنده کن و اینها، برانا تو کتاب میاره تو فیلم خودش میاره منطبق میکنه بر همین الیزابتی که در واقع کشته شده توسط هیولا. بعد بین ویکتور و هیولا سر این خانومه یه دعوایی راه میشه. میفته. اونجا کمدی میشه. نه اصلا کمدی نمیشه. این موقعیت خیلی موقعیت آره که اون خودش آتیش میزنه دیگه، کی دختره خودش آتیش میزنه، برعکس کتاب که دکتر او رو یعنی مخلوقی رو که برای دومین بار داشت میساخت از جنس مؤنث نابود میکنه. در فیلم برانا خودشه که خودسوزی هم اون نابودی باعث میشه که اون بره الیزابت رو بکشه، تو بگی در واقع انگار که یه تقارب مثلی کرده. آره. هم اون دلایلی که تو اون صفحات مری شلی و حالا در واقع ویکتور فرانکشتاین میاره برای اینکه این در واقع هیولا رو نسازه خیلی جالبه. یه دلیل میگه که خب این زنه، اگر من ببین، یعنی اینجاست که من میگم ذهنیت فرانکشتاین مردانه است، اینجاست زنانه است، اینجاست. میگه این زنه، خب اگه بره جلوی آینه صورت خودش اینجوری ببینه از خودش بعدش بیاد چی بابا، اون اصلا این اصلا تو هیولاها خوشگل اتفاقا زیباه. یا اینکه حالا این اگر به جای که از هیولا خوشش بیاد یه جوری عاشق یه مرد دیگه میشه دیگه چیکار بکنه؟ فراتر میره میگه آره. مثلا زاد و ولد کنن یه نسل جدیدی را بیفته از هیولا تو جهان. میدونی همونطوری که مری شلی شخصیت بیقرار آفریده، ژانرش هم بیقراره. یعنی نمیدانه که در کدوم ژانر قلم میزنه. اتفاقا میگم یه تقابلی داره با خود شخصیت پردازی که انجام داده بود. بابا تو یه شخصیت عاشق علم، کنجکاوی و آفریدی که حاضر قدرت مطلق، خالق مطلق، حاضر هر کاری بکنه. من اصلا نفهمیدم چرا اون کارو نکرد. تو بعد اون کارو بکنی، تو می‌کنی یه آزمایش جدیدم انجام بدی، میگی اصلا این دوتا میتونن، مثلا اگه یک دید مردانه بود به این فکر نمیکرد که اینا زاد و ولد میکنن چی میشه، به این فکر میکرد که آیا بذار من امتحان کنم ببینم اینا میتونن زاد و ولد بکنن یا نه، مثل ما خودمون مثلا پسرا بچگی بکنیم. آقا باتری به ما گفتن برق داره، ولی ما مثلا برقشو برمی‌داشتیم، این باتری کتابیا بود. خب میدونستیم برق داره، ولی تو خواستیم تست بکنیم، بعد امتحان کرده بودی برقشو بزنیم به زبونت که بگیره. یا اینکه من خودم مثلا یک کاری که میکردم میگفتم این پریز برق داره، دو تا سیمو نباید به هم وصل بکنی، یواشکی میرفتم یه سیم پیدا میکردم از تو خود فاز و نول رو میزدم به هم دیگه ببینم چه اتفاقی میفته. به من گفته بودن نباید انجام بدی ها، ولی این کار میترکید، برق خونه میرفت، فیوز میپرید، اونجا سیاه میشد. منم اتصال کوتاه درست می‌کردم. آره من اتصال کوتاه درست می‌کردم، منم چیز می‌کردم، یواشکی اونو معدوم می‌کردم، خودم می‌ذارم کوشه علیچه، آقا مثلا کسی نبود. یعنی میگم که خصوصیت مردانه یه خصوصیت کنجکاویه، به خطرات بعدش هم فکر نمی‌کنه و اکثر فیلم‌های علمی تخیلی هم که می‌بینید دانشمنده میره یه هیولایی درست می‌کنه که از کنترل خودش هم خارج میشه، دیگه نمیتونه کنترلش بکنه. ولی اینجا باز من نمیدونم چرا چیز نداشت. آره میگم اگه بخوایم با مدل باورایی قرن مثلا 20می بهش نزدیک بشیم، خب خیلی جاها میبینیم که خب طرح شاید کشش اون رو نداره. یه جورایی میگم در آستانه قرن 19 و خب یک تحولات ادبی که داره اتفاق میفته، مری شلی گویی پایی در این سو و پایی در اون سو. انگار یه خورده علمم براشون حالت چیز داشته دیگه،
یعنی مثل ما الان تو دوره ما اینجوری نبوده که علم به عنوان یه ارکان باشه، انگار علم هم یه چیز ناشناخته‌ای بوده، همون جعبه پاندورایی بوده براشون که اگه باز بشه چه اتفاقی میفته. نه بابا، ویک و همین زندگی و همین کوههای آلپو داریم میبینیم، داریم لذت میبریم دیگه بیشتر از این چه احتیاجی داریم که در واقع مثلا کشف بکنیم، جلوی فلان چیزا رو بگیریم، جلوی آب و هوا رو بگیریم. یعنی اون موقع احترام من فکر میکنم اینجوری هم فکر میکردن، یعنی دید رمانتیک هم، بازگشت به طبیعت هم احتمالاً تو اون دوران داشتن. تازه عصر صنعتی شروع شده بوده، کارخونه ها داشتن کار میکردن. الان مثل ما دیگه، ما الان تقریبا من خودم آروم آروم دارم میفهمم این همه کارخونه الکی زدیم که مثلا زندگیمون راحت بشه و یا آب و هوامون این شکلی. خب من ماشین مثلا، من حالا تو، حالا این که دیگه اصلا یه بحث خیلی ساده، ما ماشین این همه سایپا و اینا ماشین تولید کردن تو فکر این که هر کسی یه ماشین داشته باشه که مثلا راحت تر زندگی کنیم. الان داریم با این همه انبوه ماشین داریم سخت‌تر داریم زندگی میکنیم. یعنی تو اون دوره‌ای که ما با چه میدونم بدون ماشین بودیم و ماشین ها کمتر بود، تو خیابون لاغر میتونستیم پیاده راه بریم. الان دیگه تو خیابون هم نمیتونی پیاده راه بری. یعنی تو پیاده رو میری، یه موتور از اون ور میاد، یه موتور از این ور میاد، یه ماشین تو پیاده رو پارک کرده. اصلا یه وضعیتی شده که ما رو در واقع دچار عذاب ما شده. حالا بگذاریم. اگه همون باورایی رو و واقع نمایی کتاب رو، رمان رو بخوایم یه خورده بیشتر روش بمونیم، میبینیم که یک گام‌هایی برداشته نویسنده. مثلا نوع خلقت رو و جزئیات خلقت رو پنهان کرده. آره، اتفاقا خیلی جالب بود. من اینجا هم یادداشت کردم، میگم تو فصل 5 هیچ اشاره‌ای به نحوه واقعی درست مخلوق نشده بود که قبل از پادکست هم گفتم بهت، گفتم من فکر کردم یا من جا انداختم، میگشتم دنبالش میگفتم چرا نیست، یا اینکه مثلا چیز شده ولی گویا نگفته اصلا، یعنی با جزئیات مطرح نکرده مری شلی. آره، و حتی تاکید کرده، گفته مثلا یه جاهایی، حالا نقل به مضمون، گفته که حتما ای دوست مشتاقی تا بدانی که چگونه این، ولی بایستی مهاری بزنی بر این اشتیاق خودت، اصلا روان نیست که اینو بدونی و اینها. بنابراین میگم در اون بیقراری ژانر که دوچارش هست تا حدی، نمیدانه که باید به سمت مثلا، نه که نمیدانه ها، یعنی این مرزها هنوز آنچنان مشخص نیست که داریم به سمت یک رمان علمی تخیلی میریم، آیا به سمت یک رمان ناتورالیستی میریم، یا اینکه گام هایی هرچند ضعیف و ناتوان و حالا آهسته آهسته در سویه مدرنیته برمیداریم. چرا که اگر فقط صفحه پایانی کتاب نمی بود، این رمان چندین درجه مدرن تر می شد. بله، به خاطر اینکه مخلوق خودش رو در واقع نمایان میکنه. احسن، مخلوق خودش رو به شخصیتی بجز ویکتور فرانکنشتاین نمایان یعنی ما میکنه. متوجه وجود بیرونیش میشیم. تو صحنه‌های چند صحنه کاپیتان، حتی تو اون نامه‌های صفحات آخرم من یادمه که به خواهرش داره نامه میزنه تو صفحات آخر. حالا بحث روایتش، به روایت شناسیش به نظر خیلی جالبه که هم از طریق نامه هاست که داره روایت میشه داستان، یه جایی داستان داره از طریق ویکتور روایت میشه، یعنی راوی دانه کل نمیشه، اما خود ویکتور از کجا میدونه زندگی، یعنی تو در توه، از کجا زندگی مخلوق رو میدونه؟ از اون که اون مخلوق اومده برای این تعریف کرده، اون داره برای ما تعریف میکنه. بعد خود مخلوق از کجا اطلاع داره؟ باز اونم از طریق یه سری نامه ها دست نوشته است که اطلاع داره. ولی تو اون نامه های آخر میگه که اگر من یک چیزی رو در اون افق نمیدیدم که داره مثلا با سورتمه میره و حرکت میکنه و اینا نمیدیدم، میگفتم حتما ویکتور فرانکنشتاین مثلا یه حالت تبالود وهمی داره صحبت میکنه. خب یعنی حتی خود کاپیتان هم باورش نمیشه این موضوع رو، تا به قول شما تا اون صحنه‌های آخر که خود مخلوق رو میبینه. آره، میبینیم که همون که در واقع تجربه داره میکنه، گویی در آستانه رمان مدرن داره تجربه میکنه
و حتی مثلا این فرم هایی رو که میازمایند، فرم نامه، فرم داستان در داستان بله. و حتی بحث راوی اول راوی شخص اول و شخص. راوی اول شخصی که دقیقاً همونطور که گفتین به صورت تو در تو، یعنی یک راوی اول شخص دوباره راوی اول شخص دیگری در دل اون، به سبک در واقع ما قبل از پادکست همین صحبت رو کردیم، به سبک قصه های مشرق زمین روایت میشه. یعنی انگار که ما با یه روایت برخسی هستن تو اینجاها طرفیم. باریکلا. یا حتی روایت های برخسی که برخس اونها رو به نحو در واقع تعویل گرایانه اخذ کرده آره. از داستان‌های 1001 شب. پهلوانی یا 1001 شب، یا مثلا داستان‌هایی مثل ژاک قضاقدری. بله. که کاملا تو در توست و آره، و این حکایاتن که از دل همدیگه باز میشن و تورق این میکنن. سنت شفاهی در واقع ادبی ما بوده دیگه توی مشرق زمین. من منطقه نمونش حکایات ماست، ضرب المثل های ماست. عرض کنم به خدمت شما که حدیث، اصلا خود حدیث اصلا سیستمش همین جوریه که سلسله مراتب داشته که کی مثلا محمد به کی گفته، اون به کی گفته، اون به کی گفته. این هم باز همون سنت در واقع داستان نویسی ما اینجوری بوده و منیشدی از این استفاده کرده. بله. توی کتاب و خودش هم میگه توی فصلی میگه که چقدر ادبیات مشرق زمین بهتر از ادبیات ماست، به خاطر اینکه به احساسات و عواطف انسانی بیشتر توجه میکنن، نه مثل ما که بیشتر به رخدادها و رویدادها. کتاب هم سعی میکنه بیشتر احساسات و عواطف، یعنی من فکر میکنم کتاب رخداد محورم زیاد نیست، بزرگترین رخدادش همون یعنی 3 تا یا 4 تا رخداد خیلی مهم داره. یکی اون چیزه به وجود آمدن مخلوقی که اصلا نمیگه. بله نمیگه. آره. رخداد بعدیش مثلا اون 2-3 تا قتلیه که اتفاق میفته است، در واقع اونجا صنعت لف رو استفاده میکنه. آره. ولی مثلا تو اونجایی که گفتیم دیگه آمیزه ای از سبک ها و ژانر هاست، اونجایی که به سمت رمانتیسیسم میره، اونجا کاملا میبینیم که نشر داره. آره. یعنی مداوم و مداوم می افزایه بر این. خیلی رخدادی کتاب نداره، یعنی از لحاظ تعلیق به نظر من غیر از میگم این 2-3 تا 3-4 تا اتفاقی که میفته. حالا البته اون سبک نوشته های اون روز دیگه، یعنی ما بحث اتفاقاتی که مثلا تو کلبه میفته که ما میدونیم که یه فیلیکسی هست که این میره اصلا یه داستانی برای ما تعریف میکنه که این بابا این دقیقا 1001 شب هم همین جوریه. میری میخونی مثلا این تاجر رفته با اون یکی اونجا در مغازه یکی دیگه میخواد پارچه بخره و اومده میگه این پارچه چند، بعد اون میگه خب میدونی پارچه از کجا خریدم و او میره میشه یه داستان دیگه تعریف میکنه. یعنی خود روایت تبدیل به موضوعی برای روایت میشه. یعنی فرم ناگهان میاد و تبدیل به محتوا. دقیقاً. خب یعنی میگم این اتفاق است. ما خیلی وقتا ما تو حکایت ها و روایت های خودمون هم میشینیم قدیمی ها رو مثلا میخونیم، به یه نقطه آدم میرسه آدم نمیدونه که آقا اصلا این چی شد که این روایت مطرح شد. دیدی مثلا صحبت میکنیم آقا چی شد ما اینو گفتیم، ما کجا یه جای دیگه بودیم. حالا اینم البته شاید به خاطر ذهن انسانیه که هی تو در توی دیگه. از لیوان صحبت میکنی، از لیوان میری میز، از میز میری صندلی، از صندلی و میری صندلی هواپیما، از صندلی هواپیما میری به فرودگاه، بعد یهو به جای دیگه. همون سیلان آگاهی که ابتداً صحبت اینو داشته که احتمالاً سنت ادبی بوده. من فکر میکنم داستان باید بگه دیگه، بالاخره مخاطبش دنبال چیزا نیست. شاید یه ایرادی هم موقع بهش گفتن آقا این داستان چه. ولی این کتاب به نظرم اگه 150 صفحه ازش کم بشه، 200 صفحه ازش کم بشه، به نظر من شاهکار میشه اصلا و یه چیزایی بهش اضافه بشه. راجع به چیز صحبت نکردیم راستی، راجع به گروتسک و گوتیک، راجع به اونا چی برامون آماده کردی؟ خب حقیقتش رو بخواید ما انتظار این رو داریم که در اون حال و هوای هیولایی و گناه آلود و رمز پر راز و رمز در واقع هرچی بیشتر صحنه‌های گوتیک ببینیم. گوتیکی که خب اونجایی که ابتداعاً در معماری خودش رو بروز و ظهور داد
به نوعی همون نمایش یک جور سوبژکتیویته سرکوب شده تعبیر میشد و سرکوب به واسطه کلیسا. بله، سرکوب به واسطه کلیسا، به واسطه روان انسان در حال گذار از دوران پیشا مدرن به مدرن و همینطور اون قد و قامتی که گویی نشانی از یک شکل اگزاجری از خود انسانه، جوری که انگار توازنها به سمت سر ساختمان‌ها هدایت شده، سالن‌هایی با ارتفاع زیاد. حالا من چیزایی که میدونم گوتیک، ارتفاع زیاد سالن‌ها، خطوط تیز و برنده. دقیقاً ما کمتر شکل دایره و منحنی میبینیم. یعنی ما مثلا میگیم تو همون دوران، مثلا تو معماری ما بیشتر حالت گنبد داریم، نیم دایره داریم، چلیپ ها داریم، ولی اونجا خطوط، نقش های ظریف، آره، خم های لطیف، آره، خمی داریم. بله. چون خم ابرو، خب بله. ولی اونجا میبینی خطوط صاف و عرض کنم به خدمتشون رنگ های تیره، رنگ های ساختمون، رنگ های سنگ هایی که استفاده میشه الان هست توی، فکر میکنم تو فیلماش هم برید ببینید، یعنی فیلم های مستند ببینید تو چک و کشورهای دیگه هم هنوز این کلیساهایی که به این شکل کاتدرال اگه اشتباه نکنم تلفظش بشه بهش میگن. بعد حجم فراوان زیاد، حجم یعنی ساختمون با اون عظمت، اما گنجایش آدم کم. یعنی اگه تبدیلش میکنی به برج امروزی، 1000 نفر آدم میتونن توش زندگی بکنن، شاید هزاران نفر میتونن زندگی کنن، ولی شما میبینی که فقط به فقط تنها فضایی که میری واردش میشی یک سالن اجتماعیه، خب که همه مثلا حالا بیان یک دعایی بخونن، یک سخنرانی بشنون، برن 100 نفر 200 نفر 300 نفر آدم بتونن اونجا فقط در حد این بشنون. نهایتا اون پشت یه اتاقکی داره برای خواب و برای مثلا سکونت 20 نفر، یعنی کلا 20 نفر هم نمیتونه. حالا اطلاعات من زیاد نیست، ولی کلا سبک معماریش برای سکونت نیست. نه و به هیچ و اون در واقع اون گفتیم اون چیزی که به سمت سر این بناها هدایت شده انگار مثل یک روان و تفکری است که میخواد از بدن بیرون بزنه، انگار میخواد اون سرکوب ها رو کنار بگذاره و چیزی رو به نمایش بگذاره که تا الان نشون داده نمی شده. خب از این نظر تا حدی عرض کردم به خاطر اون فضای رمز و راز آلود، این که حالا ما بعضی چیزها رو هم از ما پنهان میکنه متن، میتونیم بگیم که آره این ویژگی ها رو داره، اما همچنان مانند سایر ویژگی ها از هر چیز کمی، از این هم کمی، گوتیکش هم کم تره. این شما نمیتونید این متن رو به یک سبک خاص دسته‌بندی بکنید یا در یک ژانر به خصوصی، از هر چیز گویی کمی داره، مثل یک حالت ژلاتینی است، انگار میتوانه به هر سوی بلغزه. و عرض کردم که خب مثلا جاهای مدرن میشه، اگر اون صفحه پایانی نبود بسیار مدرن بود، ما میتونستیم بگیم که هیولای درونه، اما خب مثل در واقع ویکونت 2 شده، هر کدوم از نیمه ها یا مثل دکتر جکیل و آقای هاید، دقیقاً 2 شخصیت یک نفر هستن با 2 شخصیت، یکیشون خوبه یکیشون بده، یا حالا خوب و بدی اصلا اسم نذاریم، هر کدومشون یه خصوصیتی دارن. یا دیگه مدرن شده چیز دیگه، هالک کردن دیگه. هالک هم اگه اشتباه نکنم همین جوریه دیگه، یک دکتریه که تبدیل میشه وقتی عصبانی میشه یا چیز میشه، خودش حالا خودخواسته میتونه تبدیل بشه. اگر انسان قدرت خلق کردن پیدا کند مسئولیتش چیست؟
فرانکشتاین در ظاهر درباره علم و آزمایش است، اما در عمق خود درباره تنهایی، مسئولیت والدین، جاه طلبی انسان و ترس از پیامدهای پیشرفت است. فرانکشتاین با وحشت‌های پیش از خودش تفاوت‌های اساسی داشت. پیش از مری شلی داستان‌های ترسناک اغلب بر عناصر فراتبیعی تکیه داشتند. ارواح، نفرین‌ها، موجودات ناشناخته و نیروهای ماورایی. اما فرانکشتاین یک تغییر بزرگ ایجاد کرد. هیولا دیگر از جهان بیرون نیامده بود. هیولا محصول ذهن و دست خود انسان بود. مری شلی ترس را از قلعه‌های تاریک و قبرستان‌ها بیرون آورد و وارد آزمایشگاه کرد. گوتیک فقط یک ژانر ترسناک نیست، یک شیوه نگاه به جهان است. ادبیاتی که در اواخر قرن 18 در انگلستان شکل گرفت و به جای ترس‌های بیرونی به تاریکی‌های درونی انسان پرداخت. در رمان‌های گوتیک معمولاً با فضاهای مانند قصرهای متروک، ویرانه‌ها، شب، رازهای خانوادگی، جنون، مرگ و نیروهای ناشناخته روبرو می‌شویم. نخستین رمان گوتیک معمولاً قلعه اوترانتو اثر هوراس والپول در سال 1764 دانسته می‌شود و پس از آن نویسندگانی مانند رادکلیف و متیو لوئیس این سنت را گسترش دادند. ترس اصلی در ادبیات گوتیک چیست؟ اگر چیزی که درون انسان پنهان شده روزی به بیرون راه پیدا کند چه؟ اگر علم، قدرت یا میل انسان به دانستن از اخلاق را جلو بزند چه؟ در همین نقطه است که مری شلی وارد تاریخ ادبیات می شود. اغلب فرانکشتاین را اثری می دانند که هم در سنت گوتیک قرار می گیرد و هم یکی از پایه‌های مهم ادبیات علمی تخیلی اولی است. این رمان ترکیبی از وحشت گوتیک، پرسش‌های فلسفی و تخیل علمی است. مری شلی در واقع داستان یک موجود ترسناک را نمی نویسد. داستان موجودی را می نویسد که از انسان‌ها می پرسد چه چیزی یک موجود را تبدیل به هیولا می کند؟ طبیعت او یا رفتاری که با او می شود. مری و پرسی در سال 1818 به ایتالیا رفتند. ایتالیا برای آنها دوره‌ای از آزادی فرهنگی بود و هم دوره‌ای از تراژدی. چند فرزندشان در آن سالها از دنیا رفتند، اما مری سرانجام صاحب پسری شد که زنده ماند. در سال 1822 بزرگترین ضربه زندگی مری اتفاق افتاد. پرسی شلی در 29 سالگی هنگام سفر دریایی در نزدیکی سواحل ایتالیا در طوفان غرق شد. مری در 24 سالگی بیوه شد. پس از آن به انگلستان بازگشت و باقی عمرش را صرف بزرگ کردن پسرش و ادامه فعالیت ادبی کرد. او همچنین تلاش زیادی برای حفظ انتشار آثار همسرش انجام داد و نقش مهمی در شناساندن شعرهای پرسی شلی داشت. اگرچه نام مری شلی بیشتر با فرانکشتاین شناخته می شود، او آثار دیگری هم نوشت که عبارتند از آخرین انسان، والپرگا، لادور و فاکنر. سفرنامه‌ها و نوشته‌های انتقادی مختلفی هم داشت. او در اول فوریه 1851 در لندن در 53 سالگی درگذشت. در زمان مرگ شاید هنوز به اندازه امروز به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان تاریخ شناخته نشده بود. سالها نگاه عمومی او را همسر پرسی شلی می‌دید تا نویسنده‌ای مستقل. اما تاریخ ادبیات سرانجام جایگاه واقعی او را بازگرداند. در ابتدای امر به نظر میاد هیولای فرانکنشتاین از نظر فلسفی وجودی است که فارغ از ماهیت. او همینطور که حرکت میکنه و سوژگی رو به دست میاره، انگار این ورز یافتن شخصیتش و اون چه که به عنوان فعلیت ازش میشناسین در تبادل نگاهی است که با بیرون داره. یعنی او وقتی که چشمش باز میشه و شعاع نگاهش
به عینیت‌های اطرافش میفته به طور مداوم محتواهایی رو کسب میکنه و هی با خودش این سوژگی رو میسازه و انگار جلو که میره. یه جوری مثلا قابل ملموس‌تر بخوام بگم، انگار که هیولای فرانکشتاین خب کودکیه اما با امکانات یک بزرگسال. دقیقاً کودکیه که تازه به دنیا اومده اما ذهنش، حالا ما بگیم ذهن منظورم مغزش و امکانات فیزیکیش به اندازه امکانات فیزیکی یک آدم بالغه. خب و اینم میشه از این نوع نگاه کرد که اگر یک آدم بالغ از صفر، یعنی انسان به شکل بالغ به دنیا می اومد، خب دنیا رو چجوری می‌دید؟ چه واکنشی می‌ده؟ مثلا حالا بگیم پدیده شگفت بنجامین باتن که اونا میگن من همچین چیزی مطرح میکنه که اگر انسان بالغ خب قدرت جوانی داشت چه کاری میکرد توی زندگی و اوج سعادت در واقع انگار اینکه در اونه که شما هم تجربیات فراوان در زندگی داشته باشی هم انرژی جوانی رو داشته باشی. انگار این دوتا با هم نمیشه یک جا جمع بشه. ولی این نکته خیلی نکته ظریفیه به نظر من برای مخلوق فرانکشتاین آره که ما متوجه میشیم که برخورد انسان اون وقت تازه انسان موجودیتش به یه نحو دیگه ای شکل میگیره. خیلی راحت بگم مخلوق فرانکشتاین این بد بودن، حالا ما نگیم بد بودن، بگیم عذاب انسان رو خیلی سریع میفهمه، متوجهش میشه. در صورتی که من قیس 20 سال طول کشیده، 25 سال طول کشیده، 30 سال طول کشیده تا متوجه بشم که آقا اصلا سازوکار جهان چیزی که من فکر میکنم نیست و خیلی اتفاقات دیگه‌ای اصلا ممکنه بیفته، ولی اون زودتر میفهمم. چرا؟ چون من باید اینجا ذهنم از لحاظ فیزیولوژیک هی رشد کنه بزرگ بشه، هی تجربه متفاوت ببینه، هی ذخیره بکنه، هی از در واقع از اون تاریخچه خودش هی درس بگیره، ولی اون دیگه به اون رشدش رسیده میتونه دقیقاً. ببینه. آره خیلی دقیق گفتی، چون واقعا میدونی که کودک و نوزاد رو در آرای لاکان هم بدلی از سوژه میگیرن مادر که در میگیره. حال متولد شدن و از اون جدا افتادگی که از مادر تجربه میکنه آغاز در واقع سوبژکتیویته است. آره لکان خب اونجا کودک رو در واقع به واسطه مادره که جهان رو میشناسه. اینجا فرانکشتاین یا مخلوق فرانکشتاین خب بیواسطه با جهان داره تقابل پیدا میکنه. این نکته به نظر من دقیقاً. نکته روانشناسی هم داره. میتونیم بگیم مخلوق فرانکنشتاین یا همون هیولا یک سوژه پیشا اخلاقی همونطور که گفتی و اشاره کردیم و در عین حال یک سوژه پیشرسه. یعنی با تعبیری که شما فرمودین در بزرگسالی، در زمانی که باید بالغ باشه و هیچ گونه جدا افتادگی و گام‌های رهسپار شدن سوژه در جهان رو و در تحت نظم نمادین رو طی نکرده، ناگهان در میانه نظم نمادین خودش رو پیدا میکنه. بله. و خیلی جالبه که ما میگیم خب با اشاره به اون شخصیت ها و سوژه های بیقرار که در موردشون صحبت کردیم، اگه بخوایم سیر سوژه ها و شخصیت ها رو در رمان ها و داستان ها پی بگیریم، خب میگیم که بسیار خوب، مثلا یک شخصیتی مثل آنا کارنینا میاد و عاشق میشه و شکست میخوره و به اون چه که میخواد نمیرسه و نهایتا خودش رو در روی ریل قطاری از بین میبره و دست خودکشی میکنه. خب این سیری است که او طی میکنه. یا مثلا وینستون اسمیت 1984 یا
شخصیتی مثلا مثل تامی ویلهلم 13 دی، دم را دریا و هر شخصیت دیگری که ما مثال بزنیم، چه مدرن و چه مربوط به رمان‌های پیشا مدرن. سرانجام فرانکنشتاین چیست؟ فرانکنشتاین به عنوان یک سوژه تبلور یافته، اونجایی که ما میگیم سوژه در خودی خود بازپسگراست، یعنی وقتی تولد یافت، اون لحظه‌ای که نامی برش گذاشته میشه، به شکل بازپسگرایی وجود خودش رو هم مورد بازبینی قرار میده. اون چه که نبوده حالا هست میشه و این هستی به یک بودگی اشاره میکنه که تا پیش از این نبوده. و این در ذات خودش پارادوکسیکاله. اون چه که سعدی میگه که همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. چگونه ممکنه که ما نباشیم؟ او در قرن ششم داره اشاره میکنه به این معنای مدرن سوبژکتیویته که ما امروز میشناسیم. یعنی آنگاه که من در وجود بیام، آنگاه که نامی بر من گذاشته بشه، ناچارم که پیش از اون بودگی رو در نظر داشته خیلی نکته جالبی راجع به سعدی اشاره کردی. اون خودش اصلا دیگه یک پادکست مفصل دیگه خواهد شد. بله راست میگی. خواستم اینو بگم که آره این سوژه بازپسگرا که اصلا نمیتوانه بودگی خودش رو حتی زیر سوال ببره بعد از اینکه در وجود آمد، در مورد هیولای فرانکنشتاین دقیقاً برعکسه. ما نمیتونیم او رو باور بکنیم، ما نمیتونیم اصلا بپذیریم که او در وجود آمده است یا نه. مری شلی نمیتوانه به ما نشان بده که او چگونه در وجود آمده است. این سوال به شکل فرامتنی همیشه با ماست. چگونه ممکن است یک مرده زنده شود؟ یعنی گویی سوژگی او، وجود او همیشه برای یادآوری این است که هرگز نبوده. درست برعکسه. یعنی در یک شرایطی مخالف خوان با همه اون چه که ما در مورد سوژه ها میشناسیم. اون شخصیت های بیقرار و اون سوژه های داستانی و رمانی که ما رو با خودشون میکشونن و ما براشون میگریم یا میخندیم، همیشه سرنوشتی دارن. سرنوشت هیولای فرانکنشتاین فقط اینه که ما به نبودش فکر بکنیم و به نتوانستنش در وجود آمدن و اینکه تمام این داستان حول اون فقدان بچرخه. درسته. او به این شکل که در اذهان ما میمانه، به این شکل که تبدیل به یک شخصیت بیقرار میشه. موقعی که در ابتدا صحبت کردیم که همه شخصیت های در واقع شیدا به قول دولوز خودشون رو در اون پرتاب میکنن، برای هیولای فرانکنشتاین سوالی است بین بودن و نبودن. میلی که او به بودن داره، اما متن و فرامتنی که همیشه برعکسش عمل میکنه و او رو به سمت نبودن میکشه. تمام ماجراجویی او گویی در موقع که نبودنه. خب راجع به گروتسک هم ما صحبت بکنیم و ارتباطش با اتفاقات امروز. خب مهمترین چیز عدم توازنی است که ما امروزه نام جدیدی که بر او گذاشتن ناترازی است. به یک معنا گروتسک از دل عدم توازن برمیاد، اما چگونه است که بشود این عدم توازن رو هنرمندانه و زیبایی شناسانه کرد؟ کاری که کار هنرمنده امروز و کار در واقع نویسنده. امروز ما در جایگاهی هستیم که بنابر اون تعهد و مسئولیتی که مال روشنفکره باید بتوانیم حتی در این لحظه اعتراض آمیز، حتی در این لحظه که نمیدانیم اونجور که گفتیم سرنوشت به کدام سمت خواهد رفت، یک آفرینش هنرمندانه و زیبایی شناسانه انجام بدیم. فرانکنشتاین و هیولاش هر دو
چیزی رو که به ما نمایش میدن تنهایی انسانی بیش از هر چیز دیگری. فرقی نمیکنه که این انسان متولد شده از یک پدر و مادری باشه اونجور که همه ما هستیم، یا پدید آمده از اجساد مردگان. او در هر صورت تنهاست و کتاب مرز این تنهایی رو برای تمام شخصیت ها بر می داره. اون فصل مشترکی که میشه در پس همه کلمات معایب و مزایای این رمان دید، اشاره به این مضمون تنهایی است. و ما واقعا با خودمون میگیم که همه تلاشی که انسان برای مجتمع شدن، برای قرار گرفتن در یک جامعه انجام میده، شاید گروتسکی است برای فرار از اون تنهایی. یک تصویر و یک صحنه دفرم شده، هولناک که میخواد اون تنهایی رو نشون نده، اما در اون عدم توازنش بیش از هر چیزی تنهایی رو نمایش میده. و روزی که مواجه بشیم با آن که حتی این تصویر دفرم شده برای انسان امروز، برای انسان ایرانی، اون تلاشی که شاید از پیش شکست خورده برای رسیدن به آزادی به لحاظ ابر کانتکسی، به لحاظ ابر فلسفی انجام میده که شکست خورده است، اون روزی که در عرصه این صحنه گروتسک هم ازش دریغ بشه، اون وقت دیگه واقعا این دردناکی و دهشتناکی دوچندانه. روزی که دیگه حتی تلاشی چون یک نوشدارویی پس از مرگ هم برای التیام آلام یک انسان در اختیارش گذاشته نشه و ازش دریغ بشه، اون دیگه واقعا فاجعه‌ای مضاعفه. من فکر میکنم که ما الان توی وضعیت گروتسک ما خودمون همین الان قرار داریم. یعنی انگار که ما اگر اینا رو به شکل جامعه نگاه بکنیم، جامعه ما از فرانکشتاین خودش یک سری خواسته هایی بر حقی داره، خب که فرانکشتاین به یک سری دلایل واهی اونها رو در واقع نمیپذیره. حالا من نمیخوام 100% وضعیتمون رو با کتاب منطبق بکنم، اما اینو میتونم در نظر بگم که توی رابطه اخلاقی، ما بیشتر من خودم نظرم این بود که قبل از با هم صحبت کردیم قبل از پادکست، بود که فرانکشتاین و مری شلی بیشتر یک بحث فلسفه اخلاق هم داره. ولی من انطباقی که میخوام با وضعیت موجود بدم اینه که توی رابطه اخلاقی، همون چیزی که خودت هم گفتی که مخلوق در واقع در وضعیت پیش اخلاقی قرار داره میگیره، ما داریم میبینیم که ویکتور فرانکشتاین مسئولیت اخلاقی هیولا رو بر عهده داره، چیزی که هم توی فیلم داره بهش تکیه میشه هم جاهای دیگه. من میخوام اینو انتساب بدم با وضعیت موجود، یعنی بگم که آقا اگر این وضعیت موجود الان وجود داره و اگر تو این وضعیت موجود فرض بکنیم که مردم کاری انجام بدن که از لحاظ اخلاقی درست نیست، فرض بگیریم، باز مسئولیت اخلاقیش به عهده کسیه که این وضعیت موجود رو درست کرده. این وضعیت اخلاقی به وجود اومده به عهده ویکتور فرانکشتاینه. ما این از کجا متوجه میشیم توی کتاب؟ از اونجایی که هیولا هم داره بهش میگه هر قتلی که اتفاق میفته بوده توی و تویی که باعث این اتفاق این قتل میشه. حالا نمیشه و به نظر من هیولا در این کتاب مسئول نیست. من چیزی که استنباط میکنم مسئول نیست و شما باید آگاهی رو بهش بدی. شما
باید امکانات رو در اختیارش قرار بدی، شما باید اون رو زیر سرپناه خودت قرار بدی تا اون کارهای اخلاقی انجام بده. برای همین نتیجه گیری که من دارم میکنم اینه، همون جوری که نیچه گفت، خب اونم اینه که اخلاق امر برساخته ایه. اخلاق یک امر اصالت داری نیست. اخلاق رو حاکمان هستن که در جامعه درست میکنن. حاکمان اخلاق رو در جامعه درست میکنن و در واقع فرادست، اصطلاح خود نیچستیه، فرادستانه که اخلاق رو درست میکنن، حاکمان اخلاق رو درست میکنن، فرادستان حاکمان، و این فرودستان هستن که اخلاق رو اجرا میکنن. پس ما هر چی که الان داریم میبینیم تو جامعه به نظر من بازتاب همون کارهای تئوری‌های اخلاقی که داره انجام میشه. ما تو این رابطه بین ویکتور فرانکشتاین و در واقع مخلوقش هم ما داریم میبینیم. اون میاد یه اکتی انجام، این ویکتور اکتی انجام میده، اون مقابلش انجام میده، این انجام میده، اون مقابلش انجام میده. مرتضی جان خیلی ممنونم که اومدیم. اگه صحبت چیز دیگه ای نداریم ما با مخاطبا و بیننده هامون خداحافظی کنیم. خواهش میکنم، برای بندم افتخاری بود که ممنونم. در خدمتتون بودم. منم از شنوندگان و بینندگان عزیز خداحافظی. هر جا هستید در صحت و سلامت باشید. خدا نگهدار.